بچه همین دلشد ما حیرانم همین بخه بیو سیم پدست اینو اومدم آخی کجا شده این قدر دومو این قدر خونه داری شوی داری خنکی و این ما کجا میو تو بکردم او عکسی کار تلفنم زایرادش مرده دلشدی بچه احمق میکنی آدم داری مسکوی خنک ما خریم یکین ساعت رشد دارم. خیلی خبرش از خود مسئله سیم پادیز بیو. اینو اومدم آخی. نه نصرانی میشه آخی. شبیه مخدم کم مخدم باز بازار رفتم. یعنی من به اکرام بگذارم آخی. بازار چیه میری؟ خطی سوی بخونه جنگ شدیم آخر. نصرانی میشه. جنگ شدی؟ آه. خیبت چی؟ خیبت چی؟ میگم که بازار برام آخر. یک 500 دونه ترکان. یک 20-30 دونه آخر کلاموش. موش ایکم موش. هم خیلی مایده کلامش کته آخر. یک 4-5 باشکا کای کلون کای مایده آقا یک 50 تا کلاس میگم بگیرم بیارم تو بکرم چون میکنی یارا آخه نمی صاحب خونه گفته سای کی خونه را ما چه خیلی تدا داده بودم کو همو خیلی قبول میکنم با شما بلیط های ارزان لازم است نمیدونید از کجا خریداری کنید با واتساپ اویاکاسای شاهنوزا زنگ بزنید بلیط های باوریناک نمی ناوکک ما با شهر مسکو رسیدیم بوار که ایت خنکای خم چیستا آش تاجیکی نه ما یا برادر ما نگو در ما دیگه مشخص میریم یا خد باور کن گوشه کاف نمیده تقسیم کردن 5 تا یک تا سیر بود تمام چی میشه قربان تو نیا سلام و گرم و جوشان از جمهوری تاجیکستان به مردم غریب میرسانند سلام علیکم دوستان عزیز مخلصان گرامی قدر اینم ناوکک ما به شهر مسکو رسیدیم بوار که ایت خنکای خم دوم کنیم که همین دوشنبه تاجیکستان خموندم خیلی برف بگیره سفیدی شو سفیدی دا گفتن همون دوستان عزیز با دعوت مخلصان عزیز اومدیم هرچند که گفتن که بیای ما پیش دبی اینجا اومدنی بودیم ما گفتیم که خنکای هولی نمیویم که نکیم قدری همین باریچکو بلندی کرده اومدیم ما با نزد شما نوارهای جالب رو تماشا کنید حلاوت برید یک خط باور کن گوشه کام ما میدونم که یک بار مسکو اومدی چی بوده همین خیزور که باور کن همین خنک خورده ایستم نکیم زورای سلام علیکم اکان عزیز میشاشی چطور میریم نه ما یا برادر ما نگو در ما دیگه مشخص میریم هزار رحمت میریم اخی اینجا سلامت باشه اکا هزار رحمت کی فایزدی دوستان عزیز اینک ما در جای درکاری ما رسیدیم بله یعنی که جای خوب اینا میشه گفتن که ما شما رو جا کردیم جای نغزه لیکن نمیدونیم در کجاش خوب میریم ولی دلشجون این برف خوخ بی بوار که خنکیده همین خیلی برفه که برف جان برفه که دلشجون اینجا ما برادرها زنگ زدن که ما شما رو مهمانداری میکنیم عبید اوقات نصف روزی بله جلوت کم باور که شوربا رو یاد کرده یا خیلی بده تقسیم کردن 5 تا یک تا سیر بود تمام چی میشه قربان تو نیا گوشتیتون بچه‌ها سلامت باشه قربان جان نعمت آفرین اکای خیزراب جان یک جان سپاس برای قدردانی برای مهمانداری نمیگه که در همین مسکو باور که به خدا میگه در تاجیکستان بیاد همین بچهای تاجیکای خمون بیاد در مسکو بسیار بیدن بسیار چند جای دیگه تقریب کردگان نکه ان شاء الله صبر کنین هم شما ما ان شاء الله میریم خدا خواهد یک جایی میریم اونجا نون میخوریم چخچق میکنیم خرسندی میکنیم سلامت باشه که خسرو جان رحمت برای مهمانداری دیگه چیست آش تاجیکی با همه گفتی که پا چایخانه تاجیکی اومدیم بخوام خوراکای تاجیکی آقا سلامت باشه که رحمت برای مهمانداری گفتی که استادیال چند کس دعوت کرده ان شاء الله میریم خوردنی نبو پیشون بریم حتما رحمت آقا